همگی بخیر. بروכים הבאים, הרב גדעון משה, שליט"א, ברוכים הבאים to my cousin, both from ארץ ישראל. מצוות לא תעשה שלא להרוג נפש. מצווה 32 מצווה نهی که ممنوعیت قتل کردن قتل یک انسان. شنمر پاسخ می‌فرماید در سفر شمر لو تیرسخ قتل نکن و هرگ نفش به مزید میتاتو به سیف. موقعی که به تعمیقداش آباد بوده به دین داشتیم اون موقع اگه شخصی می اومده و از عمد یک جون یک یهودی دیگه رو میگرفته قاتل بوده این میتا میگرفته میتا به سیف. میتا بسیار سختی مجازات بسیار سختی و این لو هرگو بیادو رقصی به هرگاتو اینو به میتر بدین الا خیب میتر بیده شما. حالا اومدیم و یه شخصی باعث شد که یک یهودی دیگه از عالم بره کشته بشه. این دایرکت غیر مستقیم باعث شد با دست خودش نمیاد کاری کنه باعث شد. یک همچین کسی مجازاتش چیه؟ مجازاتش از طرف بدین نیست از طرف بیده شمایمه. حقادش باروخو خودش میدونه که در قلب هر کسی دیگه چی میگذره میدونه شخص چه اینتنشنی داشته و همین بیده شمایمه حقادش باروخو میاد این شخص رو مجازات میکنه. میتونه کارت باشه میتونه چیز دیگه باشه که خخامین در باید صحبت میکنن. لاله همه عبد نفش اخد می اسرائیل که ایلو معبد علام ماله. بسیار بسیار جالبه. یک شخصی که میاد جون یک یهودی دیگه رو نجات میده یا برعکس یه شخصی که میاد جون یک یهودی رو میگیره. مثل چی میمونه؟ کسی که میاد جون یهودی رو میگیره مثل اینکه یک دنیایی رو خراب کرده. یک دنیایی از انسانها رو اومده و از بین برده. چرا که در هر شخصی نشامایی هست قسمتی از حقوقش باقی هست و شخص دیگه اجازه نداره که این نشاما رو باعث بشه که زودتر از این دنیا بره. و کسی که بیاد جون شخص دیگه رو نجات بده تو گمارا گفته شده که این شخص مثل میمونه که یک دنیایی رو نجات داده. دکترها که خیلی زحمت میکشن نه واقعا میثاق بسیار بزرگی است. همه این میسیات هنفش حرز شفه دامیم خافز خایم زخ سریع راخایشون میفهمن. شخصی که میاد چشم یک شخصی که داره از عالم میره ولی هنوز از عالم نرفته میبنده هنوز زنده است یا باعث میشه که این شخص زودتر از عالم بره. حالا با هر کاری که انجام میده این شخص مثل یک قاتل میمونه و این بسیار بسیار حلقه سختیه. بسیار بسیار باید روش دقت بشه نفر و این میسوای سخت اینو باید شخص جزئیات یاد بگیره. وقتا مخصوصا دکترها در بیمارستان ها دستگاه رو نمیشه موقعی که پزشکان میگن از برق بکشن باید آدم با حلقه بیاد و اینو مقایسه کنه از خخامیم از روانیم ارتدوکس که جزئیات میدونن بپرسه که حتی یک دقیقه یک ثانیه یک شخصی بیشتر بتونه زندگی کنه این خودشه که عمریه و کسی که بیاد اون یک ثانیه کم بکنه این خودش ممکنه خاصشان قاتل محسوب بشه. به نوهگ به خل مخام خل بزنن و این میسوایی که ما در همه مکان همه زمان موظفیم که انجام بدیم. میسخواهیم نقود آقایون و خانم ها اشاره بکنیم که چقدر این میسوای نجات دادن جون یک شخص مهمه که حتی اگه یک غیر یهودی بیاد جون یک یهودی رو نجات بده این شخص براش میشه برخت میکنن توی کنیسا. برای این کیس این سربازی که توی هرنوف پلیسی که توی هرنوف سرباز غیر یهودی که دوزری بوده این اومده بوده و رفته بوده و باعث شده که این قاتل‌ها کشتن. برای این توی کیکر شبات آورده بودن از قول هرابوبدی یاسف سرخ سلیب رخا و قدوش که یک همچین شخصی رو براش میشه برخت میخونن تو کنیسا که میشه برخت میخونن شخص غیر یهودی. بنابراین از اینجا یاد میگیریم که چقدر جون یک یهودی مهمه. دیگه خنیام میلم شما من در طرفش بخور ذکر رساله پاش ما در این طور نسو شنو من ادنا خواست مسیدو یادی تو روی یادی